ана ҳамин аст шоҳҷоиза. нафари муваффақи гӯштини имрӯза метавонад ки соҳиби ҳамин шоҳҷоизаи хеле олӣ шавад, ки арзиши хеле зиёд дорад. бештар аз 100 000 арзиш дорад. фикр мекунам خورشیدم مساوی کرد، شریفم مساوی کرد، جهانگیرم مساوی کرد. این هم یک مساوی، یک غلبه الهیده. 5 مظفریت صبح‌الدین. مهم اون که گوشتین حلال گیرن جوان مردانه برای شاهجویی آماده میشوند. اکنون شادمان هم با یک تکی سبز خود را آماده میکند برای به میدان وارد شدن. خب و میبینیم که صبح‌الدین چگونه آماده است برای این مسابقات. شادمان محمد اقبال تاشف را شکست داد، با حق نظر مساوی کرد. ولی صفت رقابت‌های او را به نوبت گرفتند. صبح‌الدین خلیلزاده باشد 4 نفر را شکست داد، یک مساوی داشت. چیزی را که میدان نشان داد از اون دیگر کار اضافه و علاوه نیست. بچه‌ها اینا هم برای ما فرزند است، اونش هم برای ما فرزند. خب هر دو همینا درخشان عالی‌تر بود. گوشتین شادمان با پهلوان مشروحی دیدیم خیلی سطحی بلند. با حق نظر دیدیم شرح نمیتیم. بعد کاری جهانگیر دیدیم. داوران هم همه آماده هستند. سمندر محمدی داور مرکز است، آماده است تا رقابت را حکم کند. از آن داور کنجی بهادر حلیموف را میبینیم. شخصی ارزنده معرفی شدن. آوازی همه داوران. خب هر دو هم آماده هستند. صبح‌الدین سفید پوش است، پهلوان راغونی و پهلوان کلابشهر شادمان رضایف سبز پوش. آینتان پرافشان است. روید نزدی ماشینتون، ماشینتون صاحبی کنید. بالا بیست. وقتی قوه آزمایی بچه ها در شاهجویزه 20 دقیقه. خب اکنون معلوم گردید که 20 دقیقه به هر دو این پهلوانان، چون انحهای گوشتینگیری قدیمه 20 دقیقه داده می شود برای شاهجویزه. اکنون شادمان و صبح‌الدین خلیلزاده باید سبقت کنند. سفید پوش این صبح‌الدین خلیلزاده است، قهرمان جهان در گوشتین سامبو میان جوانان. و شادمان رضایف باشد از شهر کلاب سبز پوش است. با ادای احترام به همدیگر همه چیز آماده است و رقابت با صدای گیردی داور شروع می شود. خب بسیار رقابتی هیجان بخش خواهد بود. صبح‌الدین هم بسیار اراده قوی دارد، حتی با پهلوانان سنگین وزن دست به گریبان می شود. شادمان هم همین گونه، ولی شادمان اندک سرعت بلندی رقابت دارد. برنده مدال نقره قهرمانی جهان میان جوانان لایق خودبینینov اگر باشند نزد سرداور مسابقات بیایند. خب توجه صبح‌الدین، ولی شادمان هم میداند که در این حالت چی کار کند. شادمان هم میداند که در این حالت چی کار کند. هر دو هم البته تجربه میدان‌های گوشتینی ملی را دارند. در چندین مسابقات شاهجویزه را به دست آوردند و مهمتر از همه از یکدیگر شناخت خوب دارند. 20 دقیقه گفته معین گردیده است که هر دو این پهلوانان برای شاهجویزه سبقت کنند، اما تلاشی هر دو. اوستونا баланд кунед самандари муҳаммадӣ баробари афсидано.
ارزش شاهجایزه بچه‌ها 140,000 سومانی. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر برای دوشنبه شاهجایزه سبقت فدراسیون کردن کشتی ملی معلوم است که در عرفه بسیار جشن تاسیسات نوروز پهلوانان بین‌المللی از این احتیاطکاری اقدام را پیشه پردازی میکنند، کردند که موقع پهلوانان را شایسته چندان میدانداری نزدیک کنند نمیکنند. و این وسیله وضع اقتصادی خود را تکمیل دهند، شرایطشان را برای مشق‌های منبعده بسازند. به مبالغه اگر ما قیاسی شاهجایزه های تاجیکستان را به کشور همجوار کنیم، از زمین تا آسمان فرق است. کسی که در سامانه های اجتماعی دید سرباند و مرا دروغ گفتنی نمیماند، تحفه های شاهجایزه آنها تحفه های شاهجایزه های ما. برای همین ما با قدر و اکرام و احترام وطن شادمان عریف را نزدیک میکند ولی صبح‌الدین هم یای ما این کارا همچون فرزند اصیل و وفادار بودن ملت تمدن آفر تاجیک باید قدر کنیم که گوشتین ما جهانی شد و 76 کشور سیاره ما را اعتراف میکنند. یک بار دیگر ما عرض تشکر به پیشوای محبوب ملت، به رئیس شهر دوشنبه برای اینقدر غمخواری های پیوسته و شبانه روزیشان که فراغت ما رو تامین کردند. شادمان و صبح‌الدین مبارزه برای شاهجایزه مسابقات امروزه ادامه دارد. اکنون بار دیگر یادآور میشویم آن نفرانی که نوکک با ما پیوست شدند، یادآور میشویم که شادمان رضایف بر مقابل صبح‌الدین خلیلزاده برای شاهجایزه مسابقات امروزه در نوروزگاه پایتخت سبقت دارند و مخلصان هم انتظار غالب این جفت هستند. صبح‌الدین خلیلزاده سفیدپوش گفتیم قهرمان جهان است میان جوانان در رشته سامبو. تجربه شادمان رضایف را همگان خیلی خوب میدانند که چگونه هنرش را در مسابقات گرند سلام و گرند پری ها نشان داده بود. و این رقابت بسیار مهم است برای هر دو، چون تقدیر شاهجایزه حل می شود. مکافات خیلی عالی و تلاش های شادمان، اما صبح‌الدین خود را به زمین می پرتاید. حرکت شادمان رضایف، ولی داور قبلا نیروسنجی را باز داشت و بعدا پرتاف اجرا گردید. تشکر. ایرا اصول الهیده گهواره جنبانک میگن ها. خیلی هم صفا راست بود. اینا من اینجا راست بود، خیلی شد این کار شد کاملا دیگه شد. هم شادمان انا جسمش خورتر است و هم صبح‌الدین البته مخلصان خیلی زیاد دارند. رقابت هر دو را هم مخلصان به خوبی میدانند. چون گفتیم ساعت پنجم ششم است که مسابقات مذکور ادامه دارد و بعد از نتیجه گیری، بعد از آن رقابت هایی که پهلوانان انجام دادند، شادمان رضایف و صبح‌الدین خلیلزاده دو نفره که برای شاهجایزه تلاش میکنند. حالا اکنون بعد از نیروسنجی، بعد از چند دقیقه که آنها مقابل همدیگر سبقت دارند، تا حال غالب معین نیست. شادمان چند مرتبه حریف را به خود نزدیک کرد، موقع خوبتر را اشغال کرد، ولی پرتاب کرده نتوانست، زیرا صبح‌الدین بیشتر از دفاع کار میگیرد. حالا یک فشار دیگر، یک پایزنی میخواست انجام دهد صبح‌الدین خلیلزاده. برای رقابت هر دو این پهلوانان گفتیم 20 دقیقه معین گردیده است که جهت به دست آوردن شاهجایزه مسابقات امروزه تلاش کنند. شادمان رضایف گفتیم بعد از یک مدتی تبابت باز به میدان برگشت و حالا فشار شادمان اینجا نزدیک بود که امتیاز بگیرد، ولی امروز گفتیم پهلو بدن با این نوبت گرفتن نمی شود، تنها امتیازی حلال. مخلصان هم با وجد آمدن. تیمور رحیموف هم این رقابت رو تماشا دارد.
و شماره زیادی مخلصان. چند دقیقه شد؟ 6 دقیقه. و اون نفرانی که براستی به گوشتین توجه خیلی زیاد دارن، حالا شبکه ورزش را گمان میکنم پیگیر هستند و رقابت این پهلوانان را از شبکه ورزش تماشا دارند که ما امروز گفتیم از ساعت 11 رسانجی ها را برای شما شرح میدیم. فشار شادمان نزدیک بود که اینجا از سپیدین خلیلزاده امتیاز بگیرد. ما بالاتر هم اشاره کردیم که هم شادمان هم سپیدین خلیلزاده پهلوانانی هستند که واقعا بسیار اراده قوی دارند. با چندین مراتب مشاهده کردیم که با پهلوانانی یعنی وزنهای بالایی هم هر دو آنها سبقت میکنند. اینجا پهلوانان سنگین وزن گفتیم خیلی زیاد بودند، اما از میان آنها نیروسنجی شادمان و سپیدین خلیلزاده بیشتر پسند آمد و هیئت داوران و مسئولین هر دو را برای شاه جایزه مدعی دانستند. خورشید مجیدوف، داداخان قربانعلیев، شریف جان نظریف، جهانگیر مجیدوف، غزلشاه دولتشاه، ابوبکر اکابر. خب باز دیگر پهلوانان اینجا شرکت داشتند که رقابت هایشان مساوی انجام شد، ولی تلاش شادمان رضایف و سپیدین خلیلزاده برای شاه جایزه اکنون ادامه دارد. طور ما بالاتر اشاره کردیم 20 دقیقه به آنها داده شده است. شادمان از بالا می دارد و بسیار نزدیک بود شادمان برای امتیاز حلال. می شود همین گونه فشارها زیاد شود، البته ما غالب را با امتیاز حلال خواهیم دید. هر دینها فرهنگ و فراستشان بسیار بالا است. تشکر و یک زایلی حالا مستحکم دارد شادمان رضایف. سپیدین هم بسیار خوب است. بیشتر توجه شادمان از سمت بالا داشتند، ولی فشار سپیدین خلیلزاده سمت دیگر بود. اکنون اندک خسته گردید شادمان رضایف فکر میکنم. سپیدین خود را خوب حس میکند. طور بالاتر اشاره کردیم اکنون مسابقات گشتینگیری در سرتاسر کشور از این روز شروع میگردد. فردا در بولیانی بالا مسابقات بسیار محتشم گشتینگیری است. بعدا در دیگر منطقه های کشور همین گونه سبقت ها ادامه میکنند. تری شانس خیلی میزنی که به دست میاد. یک پرتاب 140,000 سومانی. قدرشناسی و اعتراف شادمان از بالا میدارد زمانی صاحب استقلالی و حالا حلال حرکت سپیدین خلیلزاده پهلوان راغونی اینجا با امتیاز حلال شادمان رضایف را به تخت پوش می افتاند و اکنون صاحب شاه جایزه مسابقات امروزه می گردد. براستی بسیار با اراده با متانت خیلی عالی به میدان وارد شد سپیدین خلیلزاده پهلوان راغون شهر و توانست که شادمان رضایف را
از صد راهش بیرون کند با امتیاز حلال و اکنون شاهجایزه این مسابقات را به دست می‌آورد. بسیار پرتافت عالی و دیدنی بود، پرتافت صبح‌الدین خلیل زاده. حالا اکنون توجه میکنیم یک مرتبه دیگر از نوارهای تکراری که چگونه صبح‌الدین این پرتاف را به میان آورد. خیلی رقابت عالی، بسیار رقابت دیدنی بود از جانب صبح‌الدین خلیلزاده. توجه میکنیم به همین پرتاف. شادمان از بالا داشت ولی موقعیت را صبح‌الدین دیگر کرد. با همین اصول سری سیفجی شادمان را فشار آورد و به تخت پوش افت که بسیار عالی و دیدنی بود حرکت پهلوان راغونی. خیلی عالی، براستی پرتافت بسیار هم دیدنی. مبارک باشد برای صبح‌الدین خلیلزاده. اکنون صاحب شاه جایزه این مسابقات